بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، سوالهای زیادی در یه اواخر میشه که کسایی که حکم به غیر ما انزل الله میکنن، رئیس جمهورها، پادشاهها و قاضیایی که در این کشورها هستن و حکمشان به غیر ما انزل الله هست، یعنی مطابق قرآن و سنت حکم نمیکنن، حکم از اینا چی هست؟ تقریبا دوستای عزیز، سوالای زیاد مطرح میشه. این سوالا تعدادش بسیار زیاد شد و حتی بعضی دوستا در این راستا سوال میکنن و میگن که بعضی ها میگن که اگر کسی به غیر ما انزل الله حکم کنه این کافر میشه، و بعضی ها میگن این کافر نمیشه، کفرش کفر اصغر است، و بعضی ها میگن خیر، کفرش کفر اکبر است، بیخی از دین اسلام خارج میشه و کافر است و مرتد است. بعضی ها میگن که نه خیر، این سخنا را تکفیری ها میگن و این خوارج میگن، نقیض خوارج است، بلکه عقیده اهل سنتی است که اینا از دین خارج نمیشن، بلکه با حکم کردن به غیر ما انزل الله اینا گناه کبیره کردن. و به این شکل سوالای زیاد مطرح میشه و جنجال بسیار زیاد است و اکثر جوانان سوال میکنن که خب ما موقف ما چی هست، تکلیف ما چی میشه، ما چی کنیم، رای درست برای ما بیان بکنین. و این سوالای زیادی است که در اینجا، و حتی بعضی از کسای هم در این راستا وقتی بعضی از بحثا سرزی بحث شده، بعضی حتی چلنج میدن و بعضی ها میگن که اگر شما بسیار توانایی دارین و غیرت دارین، بیاین در این راستا مناظره بکنین، و از این قبیل گپ ها و سخن ها هست. به این خاطر دوستای عزیز، وقتی ما و شما در یک موضوع شرعی بحث میکنیم، مکلفیت ما این است که صادقانه یک آیت قرآن نه که مثلا ما یک آیت استدلال بکنیم، بلکه تمام آیات قرآن که در این راستا هست، از تمام از ما و شما باید سر از این تحقیق داشته باشیم و ببینیم که مثلا حکم چند قسم است و الله سبحانه و تعالی احکام چه قسم تعیین کننده احکام الله هست و کسی که باز حکم میسازه که ضد حکم الله هست. اینی مسائل یعنی در درس‌های اخیره ما ایره میخونیم که مجموعاً کل آیات و کل احادیث و کل اقوال علما در این راستا بحث میشن. خب چون فقط سوال سر حکم به غیر ما انزل الله هست، ترکیز سر زمین حکم میکنیم. دوستان عزیز، اگر میخوایم در این راستا ما و شما میگذاریم که مثلا دیگرها چی میگن، که دیگرها چی میگن، یا دیگرها خوب میگن یا زشت میگن، یا با اخلاق سوال میکنن یا با بد اخلاقی سوال میکنن، خب هر کسی را اسوهش میپرمه یا اسلوبش خودش در این راستا صحبت میکنه، کار خودش است. ولی مکلفیت ما این هست که ما اسوه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم، اسوه خود اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم، و الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله که دین اسلام که هست، خوبیش دایی است که دین اسلام دین مستند است. ما الحمدلله قرآن داریم، سنت داریم، سیرت داریم. به همین شکل ما مثلا تفاسیر داریم، ما احادیث داریم. یعنی اسلام الحمدلله ثم الحمدلله کتابش محفوظ از قرآن عظیم شان، کس او آیاتش تغییر داده نمیتونه. ای که یک کس معنای غلط میکنه و الحمدلله معلوم میشه، و به می قسم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و احادیث صحیح معلوم است و اقوال صحابه معلوم دار است. و باز علمای اسلام در طول 14-15 قرن که اینا زحمت کشیدن، مثلا تفاسیر نوشته کردن، احادیث تشریح کردن و به می شکل مثلا احکام تشریح کردن، اینا اگر کس اخلاص داشته باشه و با الله صادق باشه، امی مسائل بسیار ساده است. آیات قرآن استفاده میکنه، از احادیث استفاده میکنه و اقوال سلف صالح، صحابه، تابعین، تبع تابعین و دیگر از علمای مجتهدین
اقوالشان وقت انسان میخوانه فوراً حق درک میکنه و هیچ برش مشکل نمیمانه. به این اساس دوستان ما یک در این راسته تحقیق کردم. من تحقیق خود خدمت شما تقدیم میکنم در مورد حکم به غیر ما انزل الله و من خودم هم در این راستا بسیار به تشویش بودم و زیاد وقتی سر از این مسئله بحث میشد ایران بودم که همین راه حل ازی که ما برای جوانا بفهمانیم تا که یک کسی که مثلا سوال میکنه درست این موضوع را درک بکنم چه قسم است. خب الحمدلله وقتی من تحقیق شروع کردم و تحقیق علمی الحمدلله فایدهش اینمی هست که انسان بالاخره امو راه حل برش پیدا میشه و دلایل برش پیدا میشه و فقط ما و شما کمک نیاز داریم که امی آیات بخوانیم، احادیث بخوانیم و اقوال علمای اسلام و تفاسیر یک کمی زحمت بکشیم، دو ماه در یک موضوع دو ماه وقت خود بتیم و سرزی تحقیق بکنیم ان شاء الله تعالی به نتیجه میرسیم. و چون من در مسئله حکم به غیر حکم و حکم الله سبحانه و تعالی و اقسام حکم و ایگپا در کتاب عقیده در قرآن و سنت کار میکردم، وقتی سرزمین این بحث رسیدیم، این بحث مفصلا من در کتابم در کتاب عقیده در روشنایی قرآن و سنت سرزی کار کردیم. ولی چی شد؟ پس آن وقتی که موضوع مطرح شد، چون قبلا مطرح بود و تحقیق شد، من به نتیجه رسیدم. من همین نتیجه که رسیدیم میره خدمت شما دوستای عزیز بیان میکنم و بسیار ساده فهمیده میشه. دوستای عزیز وقتی ما و شما حکم به غیر ما انزل الله را میبینیم، این حکم به غیر ما انزل الله یک حاکم است. مثلا پیشرویتان قرار بتین 4 حاکم است، 5 حاکم است پیشرویتان قرار داره. این 5 حاکم هر 5شان حکم به غیر ما انزل الله میکنن، هر 5شان حکم به غیر ما انزل الله کردن. آل سر هر کدام از این مثلا یک حکم میشه؟ نخیر، حکم فرق میکنه. ای هم به غیر ما انزل الله حکم کرده، ای هم کرده، ای هم کرده، ای هم کرده. پس اینجا تقریبا 4-5 حالت است. این حال ما مکلفیت داریم که این حالات چی کنیم؟ بفهمیم و بعد از اینکه این حالات فهمیدیم چی کنیم؟ بعد از این حکمش هم میفهمیم. خب حالت اول چه قسم است؟ حالت اول مثلا پادشاه اول است یا کسی است مثلا در اول پیشروی ما قرار داره، یه حاکم است حکم کرده به غیر ما انزل الله. این حال مثلا این حالت اول حکم یعنی حکمش که ای در جایی که حکم میکنه حکم اساسی شریعت است. مثلا اما به اساس اجتهاد غلط حکم به غیر ما انزل الله کرده. مثلا ببینید شما در خلفای راشدین، در خلفای اموی، در خلفای عباسی، در این وقت اما نظام که از اساس نظام چی هست؟ اسلامی هست. نظام چی هست؟ اساسش نظام اسلامی هست. این حال وقت اینجا اساس نظام اسلامی هست، بنابراین اینجا حاکم تمام دوایر، تمام ادارات مطابق قرآن و سنت هست و قوای مقننه که از قرآن و سنت گرفته شده هست، قوای اجرایه که هست از وزرا و از حکومت یا کلشان مطابق شریعت الهی حکم میشه و قوای قضایه که قضات هستن اینا هم مطابق شریعت الهی حکم میکنن. اینال در اینجا خلیفه یا امیر المؤمنین یا امیر از امرای دیگه یا قاضی از قضات، اینا مثلا امی حاکمی که در مقابل ما قرار داده میگه که کل حکم ما مطابق شریعت الهی است. بسیار خوب. و ما شریعت تغییر ندادیم، در محکمه ما در اینجا در کلش مطابق شریعت الهی است. بسیار خوب. آلی اجتهاد کرد در یک مسئله، متوجه هستین؟ اجتهاد کرد در یک مسئله
و در این مسئله حکم کرد. یک موضوع هست، آوردن پیش یک قضیه را، در این قضیه اجتهاد کرد و حکم کرد. پس آن معلوم شد که همین اجتهاد از این غلط برآمد، بنابراین وقتی که اجتهادش غلط برآمد حکمش هم مخالف ما انزل الله شد. حکم از این چی هست؟ حکم از این در اینجا علما میگن که این شخص با وجود این که مخالف ما انزل الله حکم کرده برش اجر ثواب است، کافر نیست. اول کافر نیست، دوم خطایش بخشیده میشه، در اجتهاد خطا کرده خطایش بخشیده میشه و چون اجتهاد کرده برای اجر است. خب کسی پرسان میگه دلیل دان چی است؟ میگیم دلیل ما مثلا امام بخاری، حدیث صحیح البخاری هست، امام بخاری رحمه الله روایت میکنه و میگه امام بخاری عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه عمرو بن العاص رضی الله عنه میگه که انه سمع، میگه شنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول که میگفت اذا حکم الحاکم فاجتهد، وقتی که یک حاکم حکم کرد اجتهاد کرد، یعنی وقتی که یک حاکم میخواد حکم بکنه و این اجتهاد کرد به خاطر از این حکمش، ثم اصاب، بعد از او در این اجتهاد خود این چی شد؟ یعنی اجتهادش درست بود، فله اجران، برای دو اجر است. یعنی حاکم است، خلیفه مسلمان است، امیر المؤمنین است، یا قاضی مسلمان هست در محکمه، یا مثلا امیر از امرا هست. اینا چی کرده؟ این در یک قضیه اجتهاد کرد و اجتهادش هم درست بود، حکم کرد اجتهادش درست بود، الله برای دو اجر میده. یک اجر به خاطر اجتهادش میده و یک اجر دیگه هم به خاطر ازی که اجتهاد ازی چی هستن؟ ثواب است و درست اجتهاد کرده برای است. و اذا حکم فاجتهد، و اگر این حکم کرد فاجتهد، پس این اجتهاد کرد، انال او به خاطر قضاوت درستش و به حکم درستش و به خاطر اجتهاد درستش و اولی دو اجر گرفت. این دومی که است و اذا حکم فاجتهد، این دومی حکم کرد، فاجتهد پس اجتهاد کرد، ثم اخطأ، لکن در اجتهاد خود این خطا کرد. این حکم کرد لکن در اجتهادش چی است؟ خطا کرد. فله اجر، پس برای اجر است. این اجر چی هستم؟ اینال قال ابن المنذر میگه و انما یکون الاجر للحاکم المخطئ اذا كان عالما بالاجتهاد والسنن. خب این میگه این حاکمی که خطا کرده و در اینجا حکم کرده مطابق اجتهاد خود، این میگه کدام حاکم است؟ هر حاکم است؟ میگه نه، او حاکمی که عالم به اجتهاد و سنن باشه، یعنی او قرآن میفهمه، سنت میفهمه و به درجه اجتهاد رسیده ای حاکم. این عالم میگه این حکم است، یعنی صلاحیت اجتهاد خودش داره و اجتهاد کرد در یک موضوع شرعی و عالم بود لکن خطا کرد. این حدیث داخل است که برای یک اجر داده میشه. و اما من لم یعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث، اما اگر یک حاکم است که این درباره از این مسئله علمیت نداره، به اندازه صلاحیت اجتهاد نداره، این باز در حدیث داخل نمیشه، برای اجر نیست، برای باز اجر نیست. يدل على ذلك ما رواه الاعمش عن سعيد بن عبيدة عن ابي بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قاضیا سه قاضی هستند. قاضیان فی النار، دو قاضی در آتش دوزخ میرن، و قاض فی الجنه، و یک قاضی در جنت میره. از سه قاضی دو تاش در دوزخ میره، یکیش در جنت میره. فقاض قضا بغیر الحق و هو یعلم فذلك فی النار. یک قاضی هست قضاوت میکنه بغیر از حق، میفهمه که ما قضاوتم بغیر حق است، خب این در دوزخ میره. و قاض قضا و هو لا یعلم،
این دوم قاضی است که او علم نداره، فاهلک حقوق الناس، این حق مردم از بین برد. او قاضی ولی علمیت داشت، لکن با اساس علم خود هم این مخالف حق قضاوت کرد، او در آتش دوزخ است. قاضی دومی قاضی است که این چی است؟ این علم نداره و به اساس به علمی علم نداره قضاوت میکنه، حکم میکنه، اجتهاد میکنه. تو چی کاره هستی که اجتهاد کردی یا قضاوت میکنی در حالی که علم نداری؟ این میگه فذلک فی النار، این هم در آتش دوزخ میره. و قاض قضا بالحق فذلک فی الجنه، اینی قاضی دیگه که به حق قضاوت کرده، اینی باز جنت میره. قال ابن المنذر انما یؤجر علی اجتهاده فی طلب الصواب لا علی الخطا. اما قاضی که عالم است و صلاحیت اجتهاد داره و اجتهاد کرده، در اجتهاد خود باز خطا کرد، بر از او اجر است. اجر در مقابل چی است؟ اجر در مقابل اجتهادش است، نه در مقابل خطایش، بلکه خطای از چی میشه؟ خطایش بخشیده میشه. ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراهیم ابن خطاب بستی المعروف بالخطابی، متوفی 368 هجری میگه قال شیخ میگه که قوله اذا حکم فاجتهد، اگر یک کسی حکم کرد اجتهاد کرد فاخطا خطا کرد فله اجر، انما یؤجر المخطئ علی اجتهاده فی طلب الحق. میگه برای خطاکار بالای اجتهادش برش اجر داده میشه، به خاطر چی؟ طلب الحق. لان اجتهاده عباده، به خاطر از که اجتهاد از چی است؟ عبادت است. ولا یؤجر علی الخطا، سر خطایی که کرده اجر داده نمیشه، چون خطا خود کرد، بل یودع عنه الاثم فقط. در مقابل خطایی که حاکم کرده یا ای قاضی کرده، اینال در خطای خود ای چی هسته؟ گناه ازی برداشته میشه، گناهکار نمیشه و ثوابش در مقابل چی است؟ در مقابل اجتهاد است. و این هم برای کی هست؟ برای هر حاکم، برای هر کسی که کار میکنه. میگه نه و هذا فی من کان من المجتهدین، میگه این برای کسی است که او از جمله مجتهدین باشه، جامعا لآلة الاجتهاد، که این امو وسایل اجتهاد عارفا بالوصول و بوجوه القیاس، که اصول و قیاس و گپا را کلش میفهمه که مثلا قرآن است، سنت است، اجماع است، قیاس است. بالاخره بازی میفهمه که مثلا کدام حکم سر کدام حکم قیاس میشه، مثلا در قیاس چی شرایط است، آیات قرآن مثلا احکامش میفهمه. خوب مسائل است که یک عالم مجتهد این مسائل میفهمه. خب عارفا بالاصول و بوجوه القیاس. فاما من لم یکن محلا للاجتهاد، اما اگر یک نفر میخیزه خودش حکم میکنه و خودش صلاحیت اجتهاد نداره، فهو متکلف ولا یعذر بالخطا، این ناقی مثلا خود زامت میته، این چی هسته؟ میگه ای با خطایش عذر داده نمیشه فی الحکم، بل یخاف علیه اعظم الوزر، بلکه به این ترس است که شاید بزرگترین گناه را کرده. به دلیل حدیث ابن برید عن ابیه عن النبی صلی الله علیه و آله قال القضاة ثلاثه، مثل که پیشتر ما شما گفتیم که قاضی ها سه قسم. و فیه من العلم لیس کل مجتهد، خب ولو کان کل مجتهد لم یکن لهذا التفسیر. خب این قول ازی بود که یعنی دیست. خب این کتابش معالم السنن و هو شرح سنن ابی داود تالیف ابو سلیمان. خلاصه اینال حاکمی که در اسلام هست، در خلفای راشدین، در خلافت اموی ها هست، در خلافت عباسی ها هست، تا این وقت اصل نظام که هست، نظام سقف حکومت که هست، نظام چی هست؟ نظام اسلامی هست، شریعت الهی هست. اینال اگر مثلا یک حاکم در اینجا که صلاحیت اجتهاد داره و علمیت داره، این اجتهاد میکنن در حکم کردن، پس در اینجا برای ازی گناهش بخشیده میشه، اشتباهش بخشیده میشه، خطایش بخشیده میشه و در مقابل اجتهاد خود ثواب میگیره، به خاطر از اینکه زحمت کشید و اجتهادش پسان غلط برام. این حکم حالت اولی است که ما و شما اینو بفهمیم. حالت دومی که از اینال اکثرا دوستا که در این راستا بحث میکنن، این قسم امروز مثلا در رسانه ها و در اینجا بسیار جنجال میکنن،
و این مسائل مطرح میکنن، مغرضانه اگر بحث نکنیم خب باید این قسم بیان شود. پس حالت اول فهمیدیم که حالت اول اگر کسی اجتهاد کرد و در صلاحیت اجتهاد داشت، حاکم بود و اشتباه کرد، در چیز شد، خواه در خلفای راشدین بوده باشه یا خواه در خلفای اموی بوده باشه، خواه در خلفای عباسی بوده باشه، چرا که اینها اساس و سقفشان شریعت الله بود. متوجه باشین. اما بعضی اوقات ما نمیتونیم که مثلا سر از اینا کل حاکمی را قیاس بکنیم، حاکمی که سقف برداشته و شریعت دور انداخته، او باز علیه حکم خود داره که باز حالتش میه. حکم اساسی حالت دومی است که حکم اساسی شریعت است. این هم دمی حالاتی هست که اصل در مملکت، در منطقه اینجا چی است؟ نظام اسلامی است، شریعت اسلامی تطبیق میشه. اما به اساس خواهشات نفسی حکم به غیر ما انزل الله میشه. مثلا آل قاضی اولا ما شما حاکم اولا فهمیدیم که او مجتهد بود، عالم بود، خطا کرد، اشتباهش بخشیده شد و خطایش بخشیده شد و در مقابلش چی است؟ در مقابلش جهاد خود او حاکم اول ثواب گرفت. حاکم دومی پیش شما دوم است. ببینیم حالات ها فرق میکنه. حالت حاکم دومی فرق میکنه نسبت به حالت حاکم اولی. حالت دومی نظامش نظام اسلامی هست، حکم شریعت است، در محکم، در حکومت، در قضا، در قوای اجرایه، در قوای مقننه و قوای قضاییه، در کل راستا که سأل میکنیم کلش نظام اسلامی است. مشکل در کجا هست که یکی از این حاکمان چی خلیفه هست یا مثلا امیر المؤمنین است یا امیر است یا قاضی هست، این در چی اشتباه کرد که در یک قضیه خاص مطابق خواسته های نفسی ای حکم کرد و حکمش به خلاف به غیر ما انزل الله هست. مثلا یک کسی از اقاربش هست، یک کس دیگه از اقاربش نیست، این همین نفسش به طرف اقاربش کشان، یا مثلا خلاصه خواسته های نفسی به هر علتش چی بود سبب شد که یک حکم کرد مخالف ما انزل الله. اینال این شخصی که این کار کرده که این قسمت از این علما میگن که حکم از این چی هست؟ این گناهش بسیار گناه بزرگ است، حتی برش کفر استعمال شده، لکن کفرش کفر اکبر نیست. کفر چی است؟ کفر اصغر است. چرا کفر اصغر است؟ به خاطر از این که این گناه کبیره کرده. یعنی چرا خیبرش کفر گفته شده؟ به خاطر از اینکه بسیار گناهش از گناه کبیره کدام بلندتر است، به خاطر تشدد بر از این کفر اکبر گفته شده، کفر گفته شده است. اما کفر اکبر نیست. چرا کفر اکبر نیست؟ به خاطر از اینکه عقیده اهل سنت و الجماعتی است که کسی را به خاطر گناه تکفیر نمیکنه. کسی را عقیده اهل سنت و الجماعتی است که کسی را به خاطر گناه صغیره یا گناه کبیره ایره تکفیر نمیکنه. آلی پادشاه اینجا گناهکار است، قانون تغییر نداده، اصل شریعت اسلامی هست و احکام محکمه را تغییر نداده، قانون اساسی را تغییر نداده، قانونش قرآن است، اساس قرآن سنت است و شریعت الهی تطبیق میشه. لکن در یک مسئله خاص نفسش اغوا کرد، مثل که مثلا مثل شراب خورده باشم، شراب خورد، اینال شراب خورد گناه کبیری است، در گناه کبیریش ما را تکفیر نمیکنیم، کافر گفته نمیشن. اینال همی قسم که اگر مثلا یک قضیه را قضاوت کرد و مخالف حکم ما انزل الله حکم کرد، لکن اینجا چی شد؟ این گناهگار شد. چرا گناهگار شد؟ به خاطر از اینکه این شخص حکم تغییر نداده، نظام تغییر نداده، قانون تغییر نداده، شریعت الله نافذ است و این چیز شد. از این خاطر ما وقتی که اصطلاح میخوایم، مثلا عطار رحمه الله میگه که کفر دون کفر و فسق دون فسق و ظلم دون ظلم. میگه بر از این حاکم اگر آیات بیان که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون، بر از اینا گفته شده. میگه اگر کفرش هم است، کفر دون کفر است، یعنی چی است؟ کفر اصغر است. اگر فسق گفته شده، فسقش هم اصغر است و اگر ظلم است،
ظلم چی هست؟ به شرطی که امی حالت باشه. خب عبدالله بن عباس رضی الله عنه هم در این راستا میگه هی به کفر ولیس کفرا بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، میگه ای به این کفر است، لکن کفری که به الله و ملائکت و کتب و رسول است به او اندازه نیست. خب در روایت دیگه از عبدالله بن عباس میگه انه لیس کفرا ینقل عن المله کفر دون کفر. خب اگرچه در قسمت این احادیث و روایات که مثلا از عبدالله بن عباس اینا ذکر شده هست، در این قسمت هم علما صحبت‌هایی کردن و گفتن که مثلا امی چیز ضعیف است. به هر صورت اگرچه روایتش گفتن ضعیف است و مثلا امو در راوی‌هایش ضعف گپا هست، به هر صورت اگر ما بالفرض امی روایت ابن عباس و روایت عطا و دیگر روایت که در راستا هست ایره بگیریم قبول میکنیم، در کدام قسمت هست؟ در حالت هست که حاکم حکم و نظام تغییر نداده، بلکه حکمش مطابق ما انزل الله از در کل حالات، در یک حالت نفسش سرش غلبه کرد، این مرتکب این حکم به غیر ما انزل الله شد، این کفرش کفر دون کفر است یا گناه کبیره مرتکب شده، مثل که زنا کرده باشه یا شراب خورده باشه و این عقیده اهل سنت است. این حالت دوم حاکم است. و به خاطر علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله در راستا میگه و هنا امر یجب ان یتفطن له، میگه در این قسمت یک مسئله هست که واجب است که این خوب ما و شما زیرکانه بدانیم، و هو ان الحکم بغیر ما انزل الله، میگه بفهمیم که حکم بغیر ما انزل الله قد یکون کفرا ینقل عن المله، رای کفری هست که از ملت انسان میکشن پسان میه، و قد یکون معصیتا، و گاه گناه میباشد کبیرتا او صغیرتا، یا گناه کبیره صغیره، و یکون کفرا، و این کفر میباشه اما مجازیا یا کفر مجازی میباشد، و اما کفرا اصغر یعنی کفر اصغر، على القولین المذکوران، بدو قول که ذکر شد، و ذلك بحسب حال الحاکم. متوجه هستین؟ اینه این میگه نظر به حالت حاکم است. حاکم حالتش چی هست؟ حالت حاکم مطالعه میشه و مطابق از زی حکم شریعت الله بالای زی تطبیق میشه. فانه این اعتقد ان الحکم بما انزل الله غیر واجب، میگه اگر اعتقاد کرد که حکم به غیر ما انزل الله واجب نیست و انه، خب ایره بالاخره باز ما و شما سر از این باز میگیم که اقوال از اینا رو پسان باز تشریح میکنیم که در کدام حالات چی هستیم. حالت سیم در این مورد شیخ محمد ابراهیم آل شیخ متوفی 1349 هجری در کتابش به نام رسالت و تحکیم القوانین من قسمه کفر الحاکم بما انزل الله و هو الذي لا يخرج من المله و ذلك ان تحمله شهوته و هواه على الحكم في القضیه. اینه میگه این کفر که مثلا این شخص این حاکمه که عملش یعنی کارش یا حکمش به غیر ما انزل الله ایره از دایره ایمان خارج نمیکنه، میگه این به اساس از این است که اما شهوتش یا هوای نفسی ازی در این قضیه سبب شد که این حکم به غیر ما انزل الله بکنه، مع اعتقادی ان حکم الله و رسوله هو الحق، با اعتقادی که حکم الله و رسولش هو حق است، و اعترافه علی نفسه بالخطا، برای خودم بگه که والا در این قضیه من خطا کردم، اشتباهات کردم و مجانبت الهدی، اینجا از هدایت دور شدم، همین قضیه نفس بالای من غلبه کرد و من مخالف ما انزل الله حکم کردم. در این قضیه خاص، یعنی در بین هزارا حکم یک حکم از پیش ازی اشتباه شد، از این خاطر. و هذا ان لم یخرجه کفره عن المله، باز میگه ایره برش میگیم که اگر چی امی کفری که تو کردی، این کاری که تو کردی حکم به غیر منزل الله، اگر چی تو را از ملت نمیکشه، فانه معصیت عظمی اکبر من الکبائر، این یک معصیت بزرگی کردی که از گناههای کبیره که مثل زنا و شراب و سرقت و قسم دروغی است، از این که این گناهی تو بزرگتر است. ان معصیت سماه الله فی کتاب کفرا اعظم من معصیت لم یسمیها کفرا، میگه او معصیت را که الله کفر گفته او بزرگتر است نسبت به او معصیتی که او را کفر نگفته است. خب پس ما و شما حالت دو حاکمه خوب فهمیدیم. حاکم اولی اساس نظام شریعت الهی هست، لکن
علمیت هم داره، صلاحیت اجتهاد هم داره، اجتهاد کرد، در اجتهاد خود خطا کرد. او حالت اول حاکم بود، بناهن او خطایش بخشیده میشه و در مقابل اجتهادی کرده برش اجر گرفت. حاکم دومی که در مقابل ما قرار داشت، این حاکم بود که این حکم اساس نظام شریعت الهی است، حکم مطابق ما انزل الله میکنه، لکن اشتباهش در چی است؟ اشتباهش در این است که این در یک حالت نفسش سرش غلبه میکنه. مسئله اجتهاد اینجا نیست. اینجا چی است؟ میفهمه که حکم اینی قسم است، لکن به اساس خواسته نفس امی حکم شریعت نمیکنه، مخالف ازی حکم میکنه در یک قضیه خاص. قانون تغییر نداده، نظام تغییر نداده، ادعای دیگر چیزا را نکرده، شریعت الهی تطبیق میشه. این حکمش چی است؟ این حاکم چی کرده؟ گناه کبیره کرده، گناه بسیار بزرگ کرده که باید از این توبه بکنه و این از ملت اسلام خارج نمیشه. پس در این دو حالت این حاکم از اسلام خارج نمیشه. در حالت اولی گناهش بخشیده است، اجتهادش در حالت دومی گناهش گناهگار است، از گناه کبیره کدام گناهش بزرگتر است و ای باید توبه بکنه و استغفار بکنه و رجوع بکنه. حالت سومی که ای از حاکم اساس شریعت دور کرده، مطابق قانون حکم میکنه. اینی خطرناک است و این خطرش از چه وقت شروع میشه؟ این از وقت شروع شد که هولاکو نواسه چنگیزخان آمد و سقف شریعت برداشت، خلافت اسلامی را سقوط داد و نظام شریعت برداشت و به عوض از اون قانون دیگی را آورد که به نام قانون یاسق بود. یاسا بعضیا میگفتن، بعضیا یاسق میگفتن، بعضیا یساق میگن. خب المهم قانونی بود که چنگیزخان او را جور کرده بود و او را علامه ابن کثیر در تفسیر خود ذکر کرده. از اون وقت تا امروز اینی مشکلات در بین حاکما وجود داره. ما بعد از باز مثلا نظام حال مثلا این حاکم سومی هست، دو تای اولیشن ما گفتیم که مسلمان است، کافر نشده، اهل سنت اینا رو تکفیر نمیکنن، اینا رو میگن که حکم کردن، ولیکن یکیش اجتهاد کرده و دیگهش نظر به خواسته ها و شهوت های نفسی خود با وجودی که نظام تغییر نداده. حال سومی حاکم است پیشوری. سومی حالت حاکم است. این حال ای است که مثلا ای حاکم است که هم سقف شریعت دور کرده و هم عقیده داره. متوجه هستین؟ عقیده داره که شریعت به درد نمیخوره یا شریعت کونه شده یا شریعت چطور است و عقیده خود اظهار میکنه. این حال چیز حاکمانی که سقف شریعت برداشتن، متوجه هستین؟ سقف شریعت برداشت، شریعت بیخی وسو کرد و به عوض از او قانون اساسی ساخت که برگرفته از قوانین سیکولر، لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، قوانین ملیگرایی و قومی، قانون چنگیزخان و دیگر قوانین هست. این حکم خاص خود داره. پس این در صورتی که شخص به اساس عقیده حکم به غیر منزل الله را قبول کند، به اساس عقیده حکم به غیر منزل الله را قبول نکنه، به هر سبب که باشد، خواه به خاطر انکار باشد یا به خاطر کراهیت باشد یا به خاطر استهزاء باشد یا به خاطر برتر دانستن قوانین انسانی باشد یا مساوی دانستن قوانین انسانی با قوانین الهی باشد یا به خاطر مباح دانستن قوانین ضد شرعی، این رو بگیم مباح هست، جایز است، میتونیم قانون بسازیم، یا به خاطر برتر دانستن قوانین قبیله‌ای باشد، در تمام این حالات این شخص کافر میشه. چرا؟ این دلایل ازی است. این شخص کافر است. کفرش هم کفر اعتقادی است که از ملت اسلام ایره خارج میکنه. کفرش چی است؟ کفر اعتقادی هست و این از ملت اسلام خارج میشه. علامه ابن قیم میگه و این اعتقد انه غیر واجب و انه مخیر فیه مع تیقنه انه حکم الله فهذا کفر اکبر. میگه اگر یک کس اعتقاد کرد که اینمی حکم شریعت واجب نیست و او در این راستا اختیار داره، با امرای یقینش که حکم الله هست، ای باز کفر اکبر است. این حال در این مورد مثلا دیگه اقوال علما را
در این باره یک باید ما شما ذکر بکنیم و در این راستا ببینیم که چرا این حاکم کافره.